ای تو روزن ها چی گپ است ها؟ خیرالدین چی شد؟ جانب اردا مادر جانم اردا پسرم دست نرسون با پسرم دوریست پسرم خوب هستی؟ بگو که خوب هستم جانی مادر بگو که خوب هستم کی کرد این کار رو؟ کی کرد ها؟ از ماشین به زمین هوا دادن ندیدم کی بودنشون کی تو با این حال آورد پسرم زود به تقاید زنگ زن زود حالا ما هم یگان کار کنیم با فکرم دومان خودشان حل کنن تو بار پسرم خواهش میکنم تو بار این چی جرأت؟ برای شفای کامل گفتن آمدم خدا شفا دهد جانم تمام آمدی گفتی حالا دف شده رو نیتی بد بعضن توپ خورده صاحب اساسیش رو یافته میتوانسته است اگر تو به جان فرزند دیگران قصد کنی او دیگران نیز به جان فرزند تو قصد میکند همین طور نه؟ اگر به تو ریموی افسون رسی امتحانت با فرزندانت می شود او کرد سلطان کرد گم شو از پیشم خانم هولیا چی گپ است؟ سلطان هولیا بسیار خواطر شدم وقتی شنیدم کی کرده است معلوم شد؟ فولیا هیچ موردش نیست چی شد؟ کی کرده؟ سلطان کرد فولیا سلطان کرد تمام است آرام شو بین با تو یک چیز میگویم یک دقیقه است مرا گوش کن اگر با غضب حرکت کنی حالت بد میشود لطفا این رو به خودت نکن است با بیرون برو سلطان است سلطان چی گپ است؟ آرام شو هولیا خواهش میکنم دخالت نکن فولیا تو چگونه بد اخلاق چگونه زنکی رذیل بوده ای ها؟ تو چیکار میکنی؟ من چیکار کردم؟ در جهت ایستید شما در اونجا من چیکار کردم ها؟ تو کرده میدونم با پسرم تو ضرر دادی هولیا مطمئن هستی؟ یک دقیقه است او رو گوش کنیم یک؟ خانم هولیا با خودتون بیایید لطفا من کی بودم که به فرزند شما ضرر میرسوندم؟ شما چقدر بد اخلاق چقدر اویلای رزیل بودید ها؟ از روزی که به حیاتمان در آمدید سرمان از بلا کم نشد روید گم شوید از اینجا روید ایست آرام شو خودت رو اداره کن لطفا خانم هولیا چرا این خیل چشمانتون رو آلا بولا کرده مرا زیر کردن میخواهید یعنی اشتباه کرده ایستودید تهمت میکنید یعنی انسان عیب است عیب چی گپ است ها یک آرام شده نتوانست همین زنک آرام شده نتوانست باز از پس چی است این مادرت ها خالی کن این خانه رو خالی کن گم شده رو از اینجا این خانه رو ترک کن خانم فولیا